رسانه‌های اندونزیا گزارش می‌دهند که صبح روز جمعه در شهر دیپوک واقع در جنوب پایتخت این کشور 3 نفر متهم به طرحریزی حملات در جاکارتا بازداشت شده است. تلویزیون محلی مترو گفته است که یکی از بازداشت شده‌ها مسئول تهیه بمب، دیگری متخصص اسلحه و سومی امام خطیب بوده، ولی هیچ اشاره نیست که آیا آنها به واسطه در حمله‌ها اشتراک کردند یا خیر. کمیسر بلندپایه پلیس شهر دیپوک کامبس دیویانو درباره شرایط بازداشت این گونه تفصیلات داده است. افراد ما خبر رساندند که به شخصان بازداشت شده دستور داده شد تا فرمانها را اجرا نموده سرسپرده باشند. تحقیقات ادامه دارد و ما اطلاعی بیشتر دادن نمی‌توانیم. بر اثر حمله روز پنجشنبه در جاکارتا 7 نفر به هلاکت رسید. یکی شهروند اندونزیا، دومی صاحب 2 شهروندی الجزایر و کانادا و 5 نفر باقی مانده همچون مسئولان حمله ها یاد شدند. در خشونت‌های روز پنجشنبه همچنین 24 تن دیگر از جمله یک چند شهروند ممالک غربی جراحت برداشتند. کارشناسان این احتمال را ساقط نمی‌کنند که تهدید حمله‌های مسلمانان افراطی در زیر تأثیر گروه دولت اسلامی بیشتر شود. آنها با اشاره به حمله‌های روز پنجشنبه تأکید کردند که طرحریزان این عمل افراطی‌های محلی بودند که تمرین خوب نداشتند و از سلاح ساده استفاده کردند. مقامات اندونزیا میگویند مسئولیت حمله‌های اخیر جاکارتا بر دوش گروه دولت اسلامی و سرپرستی آن جنگجوی محلی بحرون نعیم است. منصبداران اندونزی بر این نظرند که نعیم به شبکه جنگجوی کتیبه نوسانترا را رهبری می‌کند و با مرکز گروه دولت اسلامی در رقه سوریه ارتباط دارد. سالهای اخیر اندونزیا بارها به حمله‌های اسلامی‌های افراطی روبرو شده است. ماه گذشته مقامات این کشور با اشاره به معلومات قابل اعتماد گفتند که جنگجویان در پی تهیه بمبگذاری‌ها و حمله‌ها در این کشور هستند. در عرفه عید میلاد مسیح و سال نو حدوداً 150,000 افسر و سرباز با تامین امنیت در کلیساها، فرودگاه‌ها و مکان‌های جمعیتی اندونزیا سفربر شدند.